بچه همونی که هستم خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. بچه از اونجا که از تامنیل و تایتل ویدیو متوجه شدید، امروز اومدیم که 3 تا از بهترین ترکیب های کاراکتر برای حالا یا مثلا کلش اسکواد یا حالا هرچی بتل حالا هرچی رو به شما آموزش بدیم که چه کاراکترهایی با هم دیگه بذارید که راحت‌تر بازی کنید و اینا. بچه قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این آیدی اینستا همین بالا میاد، حتما هم بریم فالو کنید و عشق کنید. بدون معطلی بزنیم بریم سراغ تماشا کردن این ویدیو. موزیک چی داره که هی میری پاش، هی لیریکاتو بالا پایین میکنی رو ریل میری بام بهت نمیاد. خب بچه الان ما وارد قسمت کاراکتراتی شدیم. الان مثلا که صدای گیمو بیارم پایین. خب بچه های عزیز، الان ما مثلا آقا این ترکیب من گذاشته مثلا برای کاستوما میرم من فقط. خب بچه این فقط ترکیب برای کاستوما، هر میخواین مثلا هر کاستومی که میخواید برین شما این ترکیب بذارید. بچه یکی از بهترین ترکیبا برای کاستوم و اینا دیگه، خدای آتیشو میذارید، این پته هم میذارید و ولفرا و نایری و آوریمو میذارید و ماکسیم. بچه این بهترین ترکیب. خب بچه بریم یه ترکیب بزنیم. 2 تا میزنیم برای کلش، 2 تا برای بتل. بچه 2 تا برای کلش میخوایم بزنیم. خب الان ما این کاراکترمون ماکسیم. خب باید الان بیم بیرون. خب آقا به جای ولفرا علامه ولفرا مثلا می‌بینیم الان می‌خوایم برای بتل بذاریم. خب ولفرا رو میاریم نه ولفرا میذاریم، حواسم نیست بچه‌ها. بعد این کاراکتر فوتبالی رو اول میذاریم. خب بعد میایم اینجا دنبال ولفرا میگردیم. یکم سکون آقا اینم ولفرا. خب بعد اصلا باشه اوریون برای چی مونه. خب الان رفت کجا بچه؟ این کاراکتر اسمش یادم نیست، خدایی ببینم رفت کجا. مثلا حواسان بچه هایاتو اینم میذاریم. یکی از بهترین، یعنی من میتونم بگم بهترین ترکیبای چیزه برای بتل رویال که بچه فکر کنم جونتون یا 300 یا 280 میاره. خیلی خلاص بچه اینم. بعد پتو هم اینو میذارید. رفت کجا؟ آقا میذارید پت نداشتیدم. رفت کجا؟ اینا همین ببره رو میذارید که الان ما همینو میذاریم بهتره. خب آقا بریم برای ترکیب دوم. این رو که فوتبالی رو میذارید، بعد به جای ولفرا میاد پایین اینو میذارید. بچه‌ها یه الان بهتون تعریف میدم که چیش خوبه چیش بده. یه صبر کنید دوباره دنبال چیزی میگشتم. آجی بچه این ترکیب بچه خیلی خیلی ترکیب خفنیه. این تو من دارم بهتون میگم بچه. این که چی بچه آندر نمیم دی فیلی نمونم فلان و برمان. خب بچه این که وقتی یه نفر بتون تیر بزنه که خیلی کمک میکنه داخل بتل رویال. بتون تیر بزنه یه نفر دمیج کمتری حساب میشه. بچه این پایینیش هم که مال چیزه آقا اسمش چی؟ مال جونتونه که جونتون رو میاره بالا. و این بچه اینو من نمیدونم خدایی اگه کسی برای راهنمایی کنه. بچه اینم که دیگه ماکسیمه. بچه پتم که همین پتو که من گذاشتم اینم شما بذارید. و این بچه بریم برای کلش اسکواد ترکیب بزنیم. مثلا بچه خدا بچه میاد الان کلن ما اینا نسل میخوایم برداریم. خب نمیجا رفت کجا؟ ولفرارس که 100% با بذاریم. بعدشم هایاتو باید اینجا. و بعد رفت کجا بچه؟ این الان درخواست میدن نمیدونم بچه یک چیزی این یعنی به جرئت میتونم بگم آقا اینو بذارید امتحان کنید. یکی از بچه من میتونم بگم بهترین ترکیب کاراکتره. خیلی خلاص بچه ترکیب کاراکترش ولفرا که یه خیلی چیز خیلی خفن برای هد زدن کمکتون میکنه. و اینکه هایاتو هم بچه دمیج بیشتری وارد وست میکنه. اینطور بچه خودتون میتونید میبینید که نوشته که HP نمیم فلان و برمان بچه و وستشون بیشتر دمیج میده. مثلا وستاشو باشه وست راحت‌تر پرونه دمیج بیشتری میتونه بده. بچه این بالایی نمیدونم چیه ولی به خالی ویدیو ترجمه‌اش دیده بودم خیلی خفن بود. بریم یه ترکیب دیگه بزنیم. ولفرا رو برمی‌داریم. بچه اینا خیلی ترکیب خفن بزنید امتحان کنید خودتون عشق کنید دیگه. اینو میذاریم که جاستین بیبر آقا نمیدونم اسمش چیه. خب بیبس آره دیگه اینو میذاره برای اچ پی تون میاد بالاتر. رفت بچه من این کاراکتر یاد میرسه کجا رفت کجا خدای من. بچه این پرنده رو میذاره ما اصلا کاری انجام بدیم. سب کنیم آقا رفت کجا خدای من اصلا من یادم نی رفت کجا. یا اول فاز
آقا این کاراکتر ما الان که میخوام اصلا نیستش. گمگاه اینه حواس من دوباره الان ردش میکنم نمیبینم. اینو ببینید بچه کسایی که ام پی میزه ام پی بگیر اصلا بچه دیگه کارمون انمی تمومه. یکی دیگه هم بود که هم رفته بود کجا. الله اکبر الله اکبر. بچه اینم میذارید که راحت از آقا میزنید آخر زوم میدید کتابتون بزنید همه چیزاتون زدید اصلا نه جونی داری نه چی جون تو هم آقا مثلا 100 یا 90 یا 80. بچه اینه که بزنید راحت این دوتا خودشون بهتون جون میدن و جونتون میبری بالا و حالا ام پی هم دسته باشه که دیگه نابود میشه. بچه خیلی اینا بهترینان دیگه اینطور یکی از بهترین ترکیب کاراکترها رو براتون جمع‌آوری کردم و براتون گذاشتم که این دیگه. خب بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، چنل منم سابسکرایب کنید. عشق منید تا ویدیو دیگه بمونید. فعلا خدافظ.